علیکم سلام. الحمدلله. شما خوبین؟ اخلاق خوبین؟ سلامتیتون خوبه؟ علیکم سلام. خدا را شکران خدا برات. اوه بی جاویدم تو کدیسم. Mayka, dünyadaki önde gelen ve en çabuk büyüyecek şirketi her katılımcıya بابا söz چیده که؟
سلام علیکم نفرین عبدالرحمدگی. علیکم سلام. علیکم سلام. سزا که خوبی سلامتی خوبه. یا الله. مسعودی تو شکونه به خبر از بی سفر داری، چرا دل بستگی و این جهانی ره گذر داری. کی آخی سر بباری جانی تو در چنگی ازرائیل، کی آخر سر ببالی جانی تو در چنگی ازرائیل، نفس در غرغره پیچیده خونه در جیگر داری. نشه که ذکر شما سوزن خوبه سلامتی خوبه. او اما کسی دامادم که خونهش ده نمیدونم که خبرگیریش میداده داخل نمیدونم که برای خود چرا داری بینایی خونه رنگین، مکانی خوابگاه بی خبر جای دیگر داری. برای خود چرا داری بینایی خونه رنگین، مکانی خوابگاه بی خبر
جای دیگر داری مکانی خوابگاه ای بی خبر جای دیگر داری ای باید در یوتیوب گوش کردم اپا میرم ویدیوش ندارم در تلفنم در یوتیوب گوش کردم دنیا به کسی نماند نمیمانده ای هموطنانه جو شما ای ای تاجیکستان ای هموطنانه تاجیکستان ما دور شویم این دوستی میمانده ای هموطنانه ای هموطنانه دارم زنده باشی برای لایک زنده باشی لایک هم داشته باشی ای هموطنانه ای هموطنانه آینده چی می شود خدا می دانده ای هموطنانه ای هموطنانه ای هموطنانه ای هموطنانه زنده باشی مردم سمرقند ای خداوندی کریم و کارسان ای بندگان را مهربان و چاره ساز چاره ای کاری منی بیچاره کن ای یک نظر بر بنده یا ماره کن گر نباشی دستگیرم ای خدا میبرد شیطان مرا دمی بلا غیری نگاهت ندارم پشتیبان ای خداوندی کریم و مهربان ای خداوندی کریم و مهربان دنیا به کسی نماند نمیمانده ای هموطنانه ای هموطنانه ما دور شویم این دوستی میمانده ای هموطنانه ای هموطنانه این روز خوشی کنه با هم یک جایه ای هموطنانه ای هموطنانه آینده چی می شود خدا می دانده ای در سفر جان زنده هموطنانه باشی ای اکی لایک گفتی هموطنانه گفت هیچ نیست ای درست آدم اکن تشکیل هموطنانه کنه زنده باشی ای اکا جان شما را خدا هموطنانه نگهبان باشه ای هموطنانه ای هموطنانه Abi hayırdır? Arabayı satacağım da internetten bir fiyat aldım. Ama kafanda soru işaretleri var. Aynen öyle. Fiyat iyi Oğlum diyorsun, söz belli naşı olmaz. da ne apa زیما در مهربانتر نیست در قانون انسانی به قدری مادرت میرس اگر مردی مسلمانی انشالله همش خوب میشه اپا انشالله پای سعادت همه خوب میشه
خودشم رمضان نزدیک انشالله تو یکی رمضان در جون ورود میکنم. میکنم سجده بر درگاه خداوندی کریم تا که باشی تو همیشه در کنار ما چجا دل و جان بادا فدای خنده های دا چجا صدقه گفتار شیرین و صدای دا چجا عالمی میرستی و مهرت بدیل میپرورم صدقه قلبی پر از مهر آمین و آمد وفای اکبر. دا چجا خیر خدا شوهر شما هم از بی برادر صاحب خونه در شوم. خیر کامم با همه خطیر میریم یگون نویگری کنیم یگون خونه یگونش بکنیم بخیر انشاءالله که همش خوب میشوم. بخدا کیا چه دیگرای ها باورم کنین سوزیشی ما در دیگرای ای خانه مزار است اگر آچه نباشد آگرها همه خار است اگر آچه نباشد دنیای تو را مهر و وفا پیچ کنند هم آینها به چی کار است اگر آچه نباشد انشالله بخیر ایکم. هر روزی تو شادی و طربناک شود و چون ما تمیزار است اگر آچه نباشد تنها شوی و با علامت قصه بگویی تنها شوی و با علامت قصه بگویی نومیدی شیار است اگر آچه نباشد دلگیر کند پیشی همین قسمت تلخم بس خسته و زار است اگر آچه نباشد
هیچی نباشه بودم کم اینا افیرده دیگه در افیر کنی بودم زیاد میتره هیچی بودم کم هم ای پای پول بوری خچه بینی همه خیش و تباران و دنیا همه تا رسه اگر آچه نباشد واریس کجا آقا الحمدلله دادم و چم خدا هزار بار شکر که قوت دل مامان هر دش هستن الحمدلله خدا را هزاران بار شکر همراه هستن که ما هستم خدا عمرشون درست کنه به خدا خوش باید این نفری که پدر و مادر دوره زوره به خدا پدر و مادر خوبه لبوی بریم به خدا قسم ایکو همه زیغ باشی چیزی باشی هم پدر و مادر که بگیم که درد دل تمام فهمه چیه دیگه یکم همش دیگه دروغ ای فهمیدن نمیتونه هم پدر و مادر تمام پدر و مادر داشته باشه وای همه در بویترین انسان ها من فکر میکنم ای الله سلام علیکم امید جون علیکم سلام به مردم فرغانه بعضی نفرها فرزند کلان میکنه که اگر فرزندش کو کلان نشه و به خدا قسم ایکو بگیم قطعی تو و چشم یک خیلی رفتار میکنه که دل تای فرزند داشتنم به خدا قسم خمیر نشود خدا یک فرزند اخچه ناموس بده به خدا نشود خدا را شکر خود سوزی خوبی لعنت به همون نفری که پدر و مادرش ناراحتی میکنه به خدا آه گفت مادر آه مادر مادری جان مادر است همین دنیا در کو ای خونه ماشین فرمان داره هر چیزی که هست بعضی آدم بویگری فکر میکنه ای بویگری نیست بویگری همون پدر و مادر به خدا قسم همین یک دوای پدر و مادر میلیارد همین چیزا بالای به خدا همین روزگیشون میلیون بار بالای نه ای روز بیخ نیستم ای کارو مگه خونه دایم شو بکرده با شو کرده یادی فرزند میکنند یادوار مادری غمخوار را در مثل شما زنده باشم یادوار مادری غمخوار را مادری غمخواری خوش گفتار را بی عقل و تمیز هر کی باشد صاحبی عقل و تمیز مادرش را
اینجا او هم جوی خواه کرد چطور جوی خواه اینجا کور بسیار برد کور به حد زیاد موشه خوب جوی خوب یکی را گرد زدن در کور و جوی کور اکی کورگر میگیرن نمیگیرن او را گرد زدن در کور جان در تنی مردی به ادب لرزان است سرجام میدهی ادب خری ارزان است اویلی کش وابسته ای کور ای سوات کورش ای همی ای بگیم $500 بلو ای بو هست ای کوری که $1000 بلو ای کور زیاد ای به حدی بر ایمه اینه $800 میشه $800 کردش ایمه $800 ای 1000 نیوه $800 ای بگیم 8000 ای انشالله که باید زیاد شود $1000 شود باید زیرا که ادب تاجی سری مردان است گفتم که برادر ای $500 تو $1000 $1200 هم زیرا که ادب تاجی سری مردان است یاری کارتیرش $10,000 شامل شود $200 بلو ای کروچی خیلی کارتیر در نیست مرا همی جوی کار میکنه دیگه جوی خوب خود خروب من بپلای رسخود یگون همون رسخود ندارم بگیم $800 کروچ توزه نگیره روی میکنه کارتیر خودش $10,000 باید $5,000 ده اگر برای خرد خروب صرف شود اگر 15,000 شده بپره کروچی یا 20,000 گم ممکن 15-20,000 گم مونه اگر کارتیر را بگیری خیلی کارتیر را توقع نمیگیری همین 200 نفر جمع میشه چند قضیه بینه 4 نفر اگر جمع شوید 250 این کروچی 4 نفر 10,000ش 250 بگیم شما دا با خوبتر میشه خروکتون هم همه جد خوبه است 4 نفر میشه برای که یه نفر میگیری $10,000 با خوردنی خودش توقع 5,000 دیگه او دا میپره از خودی به حدی بعد رئیسی میکنی شروع سم روی که نمیکنی جوی کاری باشه جوی خوب خرد خروک بترنگی نمی جوی کاری ما خیلی میتونی یگان نویگری کده میتونی الله کردم از عقل سوالی که بگو
ما چیست تو در گوشیدن گفتی ایمان ادب است ما fabrika da. سرپدی پدر گوش بیده Fabrika Riştabruni. سرپدی پدر گوش بیده هر شب و روز دولت و ثروت و تاجی سری مردم ادب است دولت و ثروت و تاجی سری مردم ادب است تبریزی میگو ذکر خدا با ملکوت شمسی تبریزی میگو ذکر خدا با ملکوت نغمه پردازی این مروی خوشی ها ادب است Aleyküm selam aleyküm. نغمه پردازی این مروی خوشی ها ادب است آمده باش که خاصیتی مهمان ادب است آمده باش Ya ne zinde boşuyor. Rahmet kalan konuşmadan bıraktı. Ne yakın Osman Aykor olmadım. Şah saat 12'de رفتم saat 8 اومدم. Короче, همه خونه داریم. باز ساعت 12 شب کردم میرم اونجا. فقط روزای یکشنبه و دیگه. سلام علیکم. علیکم سلام و الحمدلله خوب. شما سوزن خوبین؟ Aykor اومدم و خوب نرفتم. ساعت 12 ساعت 12 شب میریم ایده و خونه بکنیم. میریم بعد خواب میریم خواب بیدار بودم. هر روز کوری نمیارم اشتباه برم. اوه ویزا قطعه ویزا قطعه میگه ویزا نمیکنه. از حسدی شرم نیفت
تزیفنا باشی باید نمیسی زود دیرم میسوزد مرگم تو من فلک را برد پیمانه نه ما او دفعه آمده بودم ویزا قطعی نبود مدام ویزا کردن ویزا نبود Fırsatları yakalamayı çok seviyoruz. Hemen cepte şoku indir. Her hafta yeni... او چای جان گید در خانه ما جمع شویم جمله فرزندانه ما جمع شویم خاطر جمع شوند در بی شوند پاره های جانه برای 10 روزه آمدم حتی فرقیت چیه اینم بیا که من تک توریست آمدیم 10 روزه بود اومدگیم همون را از خود مرا میکنیم برای چی؟ یک 600 دلار بالاتر است را از خود میکنیم خمی تو در جان من فهم نداره او ویزای توریستی را تو میگیری 10 روز میستی انا 30 روز میستی چند روز بیستی چند روزی که بیستی تو میتونی با او ویزا 10 روز میستی 3 ماه بیو بیستی حتی پروسه تک برای تماشا اومدن باشی میای همینجا در 3 ماه از سره یکان تاجیکا را استانبول را میگی جای کار میوانه کوارتیرشون را قدشون میستی پلی کوارتیر را میتشون گرمی کار کردن میگیری کجا همه 3 ماه شد با ترکیه بیرون میگروی کروچی بو میره تاجیکستان میفرد جای دوسرا بو میگروی میره همه 10 روز زمین بیستی همه را از خوده های زیاد هم بیستی سیرانه همه یک ویز بلیتش هم همه های فرق نداره او هیچ وقت ارزانشان نکنه که گفتت خیلی فقط همین قدر که تو دا عبرت نبیگه میگیری میگی 10 روز پس میگردم شاید خیلی ها بلیت ارزان تر بودم نکی ویزا همه ویزای فرق نداره کروچی 10 روزه که بیای بگوی جای خواه خورد خواه کمش یه از شو 1000 دلار میدیم یه از شکایت میکنی که جایش که همه جای تماشای میره تماشا میکنی راحت کم گردی میره اکتیوره کینوی هامیانه اکتیوره آخه اکتیوره همش در طرف استانبول ما استانبول قریب 200 کیلومتر این طرف این کروچی ما بگم که پیش سرحد چی داریم گریتسیا و بلغاریا ما کنسای ترکیه داریم کروچی شهر تکیردک چورلو میگن ما اون طرف داریم تکیردک چورلو ما خیلی استانبول دوریم کروچی او را در اونجا اگر نیابی اینجا در نمیاد ساعت 12 شب رفتم کردن همه
ساعت 8 ما باید چند دمه خواب باشم. یک خواب نرفتم. ساعت شانشی ساعت 10:14. یادی تو ننه هم بزد خیرمنی زن سوزو غمو دارد داغ تو پیشی نزن ای او چکیرک چباده ای جان جگر بعدی سری تا کیره بگو موچه دیگر ای او چای جان نه من استانبول هست. ای او چای جان اکرم خیلی میشه ابری تجدید دارم میرم اشخونه ابری میکنم انشاءالله. بعد میام انشاءالله که خواب میرم بود خواب بگره حالی شب ساعت 12 شب کردیم تا او چنه خیلی زیاد خواب میرم بخیر. یا الله. شبی دراز نالیدی بدر جانت همه در عذاب و رنگت همه زد در خدمتی آنچه باش اگر باشی تو من لعنت به کسی که خدمتی آنچه نکرد عملیات توماته عثمان حضورش 8,000 سامان هم دیگه خواب خیلی فروق چون به خود از اون رست کن ندارم. حتی آدم هم که اگه انشالله که باید 10,000 سامان کنه نمیدونم حتی الله خودش خیلی توقعی همون چند خیلی بود 6 شکر همه شکر. آقای این همین جای کار من الحمدلله جای زوره. من فکر میکنم این خیلی کار دیگه نمیونم از کلا رفتم تا مایست دادم نفورید کرد چون مرا همین جایی که نفوره اگر میلیونم بتم به خدا و جامعه کار نمیکنم. مرا که اینجا اومدی بدم اول محفولم بود با این اومدم اینجا انشالله من هم نیاد دارم که یگان سال فقط کنم کار کنم دیگر راه ندارم کار کنم همینجا صاحب یگان خونه یگان چی بشیمت میگردیم هم خیلی مردم صاحب همه چی نگشتیم هم خیلی نباشد بچه ها گیرد غباری خاکی لحد
از مرگی ما مدتی 3 روز میگذرد از مرگی ما مدتی 3 روز میگذرد در هیچ کوی کس نکند جستجوی ما در هیچ کوی کس نکند جستجوی ما دنیا را بر خود وفا ندیده گذشت انگشتی پشیمانی گزیده گذشت دنیا چمن بلای ما باد خزان یک عمر در آب وزیده گذشت روزی که فتد بر سری بانی سری ما تا زنده باشی خداوند شما را به مقصدتون برسونه. روزی فتد بر سری بانی سری ما شوطی نه عجب بخدا کارگرامون همش بگیم ترکان خیلی بینشون در توجیک مایم بگیم یک کسیم توجیک همشون به خدا قسم انسانای خوبای همشون به حد بنان یالا انسانای خوبان ملتچگی نمیکنن حرمت میکنن داماد خوبان همون شیف کلان سرکگی تا نمی پسلت نیکوگره به خدا کو حرمت میکنن خوبان همش خوبان خیلی قرصه که دی طرف همی حرمت کنی حرمت میکنن لوگوی ملت فرق نداره همی حرمت که حرمت میکنه او وابسته ملتش دینش نیست همین مسلمان حرمت که حرمت میکنه همین که یا مسلمان هم هوا که یسمون خیلی خیلی من یکی بیکار میشم اما یکون غزلیات های توجیکی خیلی ریپ خیلی چیزونه ریپ نه همه غزلیات های هم سلوی پیشم نمونه روش میکنن نتای بعدا عصب احرام میکنه زوره او ریپ های خیلی چیزای عبورا نتای گلگاو میکنه سر بخور گلو میکنه آدم نه زوره نه یا عصبی دم احرام میکنه ای الله مهربان حالا که ساعت 11 شدستم زندگی را رنج دادم چند سال زندگی را رنج دادم چند به خدا سال قسم آیکو یعنی فرید بر طاقتش یکی همون با زیغ میشه کو تا یکی زیغ میشه باید بگیم همه افیر میدروم افیر در میدروم همه جده گفتی گپو که حتی اون برادرو چخ چخ کن میگیریم نبوشه گفتی گپو اگه یوتیوب چی در کنه همین کانال در تاجیکستان هم نیستیم که اگون کسا بریم ویدیو کنیم خیر همون رید که اگون تش
یگان آور میکنن روی میکنن میپرتیم کانال دا. که به هر بام میشیند دل نیست کبوتر که به هر بام میشیند از بام پریدیم پریدیم و پریدیم ای الله. این اوزوی ما افیر دا خشرو بلند و میسته. اول افیر شکدن دا اوزم چونه اومد میرفته. اوزی اوزم خوبه. حاجیان کوترینی مردمان دانی که چیست حاجیان کوترینی مردمان دانی که چیست آکیه بی خیشتی دو از کسان نادیدند در اینجا بارون شده سیکی بارون هم. تاجیکستان دا برف زد اینجا دا تینجا ولی برف نزده همه زوی بارون این یک چمن را هر کی آمد کنکریت یک نی بریده زمان با تینشی نادیده چو تا شمال ای کمتر گل اگر بیشکفت اما گلچسان نادیده رفت این چمن را هر کی آمد یک زمان نادیده رفت گل اگر بیشکفت اما یک زمان نادیده رفت و Встречайте War Thunder, самый эпичный онлайн-экшен отражения военной техники. Здесь нет места скуки, только захватывающие воздушные бои, яростные... بریم سراغ ویژگی های این منطقه که چی شد اصلا این منطقه جزو نامزدهای پایتخت ایران قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور ایران گفته که قرار پایتخت ایران از تهران به شهر دیگه منتقل بشه و چه جایی بهتر از مکران. مکران به بلوچی یعنی سرزمینی که دارای نخل هست و یک منطقه تاریخی و جغرافیایی خوبی داره که در جنوب شرقی ایران یعنی سیستان و بلوچستان و بخش‌هایش هم در جنوب غربی پاکستان واقع شده. سواحل مکران ایران از بلوچستان پاکستان در غرب تا هرمزگان به طول 900 کیلومتر امتداد داره و یک منطقه مهم استراتژیک در جنوب شرقی ایرانه. این منطقه در حاشیه دریای عمان قرار داره و به دلیل موقعیت استراتژیکش و تاریخیش و طبیعیش از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. جالبه بدونیم که در سال 1314 استانی به نام مکران ایجاد شد که شامل بم، جاسک، میناب و زابل بود. اما بعد از تنها 3 ماه و با تقسیمات جدید کشوری و ایجاد 10 استان، این منطقه جزوی از استان 8 میشه که شامل شهرهای کرمان، بندرعباس، خاص و زابل به مرکزیت کرمان تبدیل میشه. در سال 1334
این منطقه در استان تازه تأسیس سیستان و بلوچستان به مرکزیت زاهدان قرار می‌گیره. نام مکران در تاریخ باستان ایران و همچنین در متون اسلامی به عنوان بخشی از سرزمین‌های شرق ایران شناخته میشه و گاهی هم به عنوان سرزمین ماه ایران توصیه میشه. در دوران هخامنشی، ساسانی و اسلامی مکران به عنوان مسیر تجاری و نظامی نقش کلیدی رو ایفا کرده. اکثر مردم اینجا بلوچ سنی هست، ولی متاسفانه از سال 1358 تا امروز استان سیستان بلوچستان توسعه نیافته ترین استان ایرانه. برادران که با خانه درصد همتون بالایی و از خدا فقر و بیکاری دست و پنجه خدا نگهبانتون باشه. با انشالله که وقت چی در فیلم درون با هم صحبت نشیم. خدا نگهبانتون برادران در پناه الله.